بچه بیا پیش بدرو بخواد دست مکندی دستت سرد مونه میخندن عروس دا اوجا تر نگاه داره 3 روز شید خونگشون رفتن باید پیش عروس داره دلش بیایی مرا فهمید یا نه ات دیوانه چی کو مرد خدت بدرو یا بار نخون باید پیش زنی تو بدرو وای مده یا هنگه میشه باید تو بدرو یا اخی میخندن بچه گره تاخیده سرد بولا بیا پیش درو اخی ما میدرو موزی چی میگم بایا چی میگی؟ میترسم ما یکم بار قطعی دختر گاو زدگی نیستم بخی نخو آدم بترسه باید دختره تو مردکی پیش باید بدروی دلشو بیاوی میدونی چی کن میکنی؟ پیش عروس میدروی پیش ینگه ایما باید میکنی سخنهای خوب میگی اول سلامش میدی مهربونیش میکنی همه مهمش میدونی چی؟ همین دلشو میاوی مرا فهمیدی تو؟ دلشو میاوی؟ دلشو میاوی باچ هیچی نمیگه اخی هیچی نمیگه پیش درو بیو خیلی درو باش خیلی همینجا در بس من همینجا میستم تو بدرو بیو یکی اوز تق پق بگوش بدرو فهمیدی؟ بدرو السلام علیکم السلام هی یکم برای عروس خونه دا میبینم 37 داشیدم نو دیدم نو دو در خونه یک کس منم سلام میدوده اینا عروسی با پای خدمه بوده که همه اومده برابر گام و غلطید مردک اگه دیگه ما یکی جو شیر میخیم سهری با چی میکنی؟ یه همش خودت بودی؟ مایا نه چی باید جولم گفت که دل شبیه و گفت اوه کفته استم که دکجو باشه دلیت دیدی من آنو میجدم ای خیالی من تو دل نداری ترام دل داشتی دا دیگه سازی تینجی خاله میاد سازای ای بچه تو فقط هم خالی کردم میتونی نه با چه خالی کردم میتونی؟ با اینی خیلیش هم میتونم دیگه تویی میوه که یادم بیارم گشه مانده مخه خورتو میوه که همین تربوز خربوز انگور قدی سیر کردیم کی میوه یا خود کی میشه از تر میشه اینا مردک جان چای گیرین چایا خود مرد ما همین اوخره همین تربوز خودش اوه هی مردک جان همین گپ میگم فقط جنگ نکنین مردک دو جان گپ بگو همین روز جای کارتان رفته بودم خاین زنگ زدم تلفناتان کشتگی بود راست کابینتتان رفتم در کابینتتان هوی کردم که هیچ کنه بود دیدم که کاستومتان دوشیل که کشال بود همین کیسه کاستومتان کفتم مردک 5-6 هزار سامانی پول بود ای ما بینش 500 سامان شا گرفتم مردک جان فقط جنگ نکنین برای خودم هیچی نخریدم برای خونه پروداکت خریدم روغن خریدم کارتوشکا خریدم آرد خریدم مردک جان برای خودم هیچی نخریدم مردک کابینت رفتی کاستوم موندگی 5-6 هزار در کیسش مردک 500 سوم گرفتی مردک 500 سامان شا گرفتم زنه که بیعقل او با 5-6 هزار سامان همشه نمیگیری بیایی برای چی مردک؟ چیه برای چی؟ مرا 3 ماه شید ای او جای کار سر کدگیان